بسم الله گفتن پیش از طهارت جمهور علما گفتن که سنت است، یعنی ما یثاب فاعله ولا یعاقب تارکه. سنت چی است در نزد اصولی ها؟ سنت آن عملی که انسان به اجرای آن عمل ثواب میگیرد و به ترکش گناهکار نمیشد. جمهور علما سنت است گفتن بسم الله گفتن پیش از طهارت را، و امام احمد رحمت الله علیه گفتن واجب است، یعنی بسم الله گفتن واجب است، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که لا وضوء لمن لم یذکر اسم الله علیه. طهارت نکرده است آن آدمی که پیش از طهارت نام الله تعالی را ذکر نکرده است. گفتن این دلالت میکند که طهارت پیش از طهارت انسان باید بسم الله گوید. گفتن ولی قول صحیح قول جمهور است، برای آنکه الله تعالی در قرآن بسم الله را پیش از طهارت ذکر نکرد و پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که پرسیده شدن که چه خیلی طهارت کنم، گفتن که تودع کما امرک الله، طهارت کن چه خیلی که الله تعالی تو را امر کرد. و در قرآن کریم که ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، نخورید از آن گوشت هایی که پیش از ذبح آن نام الله تعالی ذکر نشده است. و نگفت که پیش از طهارت بسم الله گوید، نگفت. بنابراین امر پیامبر صلی الله علیه و سلم دلالت به مستحب بودن آن و ثواب بودن آن میکند. گفتند والله تعالی اعلم.